یک صلح دائمی میخواهیم، صلحی که تمام اقشار مملکت در او خود ببینید و برای تماما قابل قبول باشه. دولت حتما یک طرف قضیه است. ما نادیده گرفتن نمیتونیم. ما میخوایم در یک مقطع، در یک زمان، یک هیئت دولت هم با این هیئت که تشریف داره در مرحله دوم، در مرحله سوم باید اشتراک کنه. یعنی فکر میگین طالبان با داعش افغانی وارد مذاکره میشن؟ ما کی گفتیم اگر طالبان وارد مذاکره با اشرف غنی نمیشه، اشرف غنی جزی ملت است. اینجا که کسی آمده این نماینده های ملت است. دولت هم جز می ملت است. هیئت خود افراد خود شامل همی هیئت بگردانه تا این شود که مذاکرات با دولت شود و این شود که موقع طالبان صحیح شود. شما چند سال وزیر امارات بودید؟ در وقت امارات 2 سال 3 سال بودیم. 3 سال وزیر بودم. اجازه بدین طالبان اگر شاید اسپوت افغانستان طالبان تو قصد دارن که اردو و پلیس افغانستان رو حل کنن. شما نظر شما در کی میگه؟ هیچ وقت نگفتم. حالی اینجا آمده باشه هیچ کس اردو رو متلاشی نمیکنه، اردو رو منحل نمیکنه، دولت منحل نمیکنه. ما یک دفعه باز خود به سالهای قبلی نمیگردانیم. خطر داعش در افغانستان چقدر جدی است؟ داعش کیست؟ هیچ داعش ما نمیشناسیم. اگر برادرای طالبای ما، مردم ما با موافقه برسه اونجا دیگه کسی را ما نمیشناسیم که او مزاحمت کنه، مزاحمت برای دولت بکنه یا مزاحمت برای مردم ما بکنه. این داعش هیچ معنا به ما نداره. در صورتی که اتفاق با داشته نیروهای دولتی افغانستان با نیروهای مسلح شما آیا یک جا خواهند شد یا یکی کدام تصمیم دیگر خود گرفته؟ این یک گپ است که از علم بسیار دور است. ما میخواهیم یک حکومتی داشته باشیم، حکومتی همه جانبه تحت یک نظام، تحت یک مکانیزمی که او مکانیزم صلح تطبیق بکنه. وقتی صلح تطبیق میکنه تمام اقشار، اگر طالب است دیگه مخالف است، سیاسیون است، احزاب است، تماما در این اشتراک میکنه، یک حکومتی را به میان میاره که او حکومت قابل قبول همه ما باشه. در این صورت حاجت به این نیست. ما برای اردو ضرورت داریم، برای امنیت هم ضرورت داریم. ما میخوایم این تو مملکت شما دیده نه ارگان های امنیتی نداشته باشن. او را دولت گفته میشه، دولت او را گفته نمیشه. فهمی جز نظام است. اگر ما نظام قبول داریم، اردو را قبول داریم، باز ما ارگان های امنیتی را قبول داریم، ما نهادهای اداری را قبول داریم، ما باز نهادهای عدلی و قضایی را قبول داریم. ما مردم هستیم، ما مملکت میشناسیم، ما نظام میشناسیم. این مسائلی که پیش شده البته از بیرون تحمیل شده باشه. اجازه بدین یک سوال بسیار مهم است. وقتی که صلح شد، سازش شد، شما قانون اساسی فعلی را قبول میکنید یا میخواین قانون اساسی جدید باشه یا یک اصلاحات میخواین برید؟ قانون اساسی خوب کدام آیات قرآن نیست. بله. ما مردم میخوایم یک حکومتی قابل قبول همه جانبه برای تمام اقشار ما حکومت جور بکنیم و ما جنگ از افغانستان بیرون بکشیم. باز با افغانستان جنگ نه. و اگر به اصلاحات قانونی میشه، اگر به اصلاحات اداری میشه، اگر به اصلاحات نظامی میشه. Он говорит по-английски. Do you speak English, by the way? English? Как изменится обстановка опасности с уходом американцев? بعد از عودت نیروهای آمریکایی در افغانستان وضع امنیتی افغانستان چطور بود؟ وضع افغانستان بعد از خروج نیروهای آمریکایی
هرگاه نیروهای امریکایی میبرای ما امنیت مملکت خود ما میگیریم، همگی ما میگیریم. تنها ما نی، اگر طالب است، اگر سیاسیون است، اگر احزاب سیاسی است، این تماما مشترکن. ما امنیت خودم میگیریم، ما یک حکومت میسازیم و ما با جامعه جهانی پیش میریم. شکرا.